دوستای خوبم سلام، من حنا هستم و امروز اومدم با طرز تهیه یه ماست آسون که میتونین به راحتی توی خونه برای خودتون درست کنید. شکر رو به شیرتون اضافه کنید و همش بزنید و بعد روی حرارت قرار بدین. 10 دقیقه اجازه بدیم بمونه و قبل از اینکه به نقطه جوش برسه حرارت رو خاموش کنید. کره‌های روی سطح شیر رو جمع کنید. از ماستی که میخواین 2 قاشق بردارین و با 4 قاشق غذاخوری از شیرتون مخلوطش کنید. ظرفاتون رو توی یه قابلمه قرار بدین و بعد نصفش رو آب گرم بریزین. حواستون باشه که آب فقط کمی باید گرم باشه، جوش نباشه. روی سطح قابلمه رو با یه حوله پاک یا دمکن بپوشونید و بهش 8 ساعت زمان بدید. و به همین راحتی ماست خوشمزه شما آماده است. امیدوارم که از این ترفند لذت برده باشید.